هر جا هستین خوب و خوش و سلامت باشین. این قسمت از سرچ کنسول میخوام یک سری توضیحاتی درباره منو سرچ کنسول بدم که میدونم 100% به کارت میاد. تو قسمت موبایل ما تو قسمت همبرگری یا 3 نقطه میشیم و تو قسمت پرفورمنس که بزرگترین بخش سئو هستش وارد میشیم که بتونیم متوجه بشیم که آمار کلیک هامون چقدر هستش، آمار ایمپرشن هامون هستش، آمار اوریج پوزیشنمون چقدر هستش وارد میشیم تا بتونیم آمار کلی رو بگیریم. ببخشید. کلیک ها، این قسمت آبی رنگو که میبینید مربوط به بخش کلیک ها هستش. البته یه توضیح کلی بدم، این قسمتی که میبینید به صورت منو هستش و وقتی که ما این قسمت ها رو مشخص کنیم با رنگ بندی های متفاوت تو قسمت پایین به ما نشون میده که وضعیت ایمپرشنمون چقدر هستش، CTR مون چقدر داریم رتبه، مثلا CTR مون تا چه میزان هستش، ایمپرشنمون چقدر هستش، کلیکمون چقدر هستش. کلیک به یک عملی گفته میشه که مثلا ما یک سری کاربر داریم که تو گوگل اومدن یک سری عبارتی رو سرچ کردن و سایت ما بالا اومده و کلیک خورده به وارد سایتمون شدن که این مقدار کلیکمون رو طی مدت زمانهای مشخص نشون بده. مثلا الان تو 24 ساعت گذشته چقدر ورودی داشته سایت سئو رسام، تو یک هفته گذشته، تو 28 روز گذشته، 3 ماه گذشته و حتی تو قسمت مارک ما وارد بشیم میتونیم به صورت 6 ماه، 12 ماه و 16 ماه بگیم که چقدر ورودی داشتیم. ایمپرشن به قسمتی گفته میشه که دیده شدن وبسایت ما تو گوگل هستش، یعنی تعداد دفعات دیده شدن وبسایت ما برای کاربر اومدن که سرچ کردن تو گوگل و یک سری سایت ها نمایش داده شده که تو بخش سئو رسام نشون داده شده که به این میگن ایمپرشن. CTR چی هستش؟ CTR یا متا دیسکریپشن به نوع متن و عبارتی گفته میشه که پایین وبسایتمون نوشته شده و این باعث میشه که کاربرا قبل اینکه وارد سایتمون بشن اون عبارت رو بخونن تا راحت‌تر بتونن کلیک کنن و وارد سایتمون بشن. و average position به رتبه سایت ما تو کل گوگل گفته میشه. average position یعنی موقعیت مکانی ما، سایت ما تو کل گوگل رو نشون میده که تو چه لولی هستیم، تو چه صفحه هستیم، تو چه سطحی هستیم. این بخشی که من خواستم بیشتر بهتون توضیح بدم در مورد CTR هستش. CTR